سلام و درود به پایان به کل هموطنان، به کل فارزبانان روی دنیا. روز همگی بخیر شده باشد. امروز هوا کم کم ابرناک بارانی. من حاجی را چهارمغز میدونم. برای چی؟ برای که حالی همین سخت شیدن میگیرم. بسم الله الرحمن الرحیم. رشته رو دیدست نه؟ همین سفید همین. حاجی من طرز تیار کردنش هم به شما نشون میدم. اینجا بزرگتر داریم. اینو بزرگتر مونده. گوشتی بزم است، گوشتی گو هم است. چیزی که شما بگین در همینجا هستین یک ککت ببینید. باران که هست نمیبرویم که در قشلاق چقدر که شما اینو در رکلام‌ها دیدین خوراکی سومنک. و اینجا در گندم ای برادرای عزیز بچه خلا ای گندم چند مدام خود میشه؟ 4 نمو. چخه؟ یکم آرد میکنیم نان میکنیم نان میشه ای گندم نان میشه. نان میشه. یک خوراک. دوم خوراک میشه گندم کوفته. گندم کوفته. دالدا. دالدا. سوم خوراک چی انکو؟ سوم خود تو 4 تا گفتی. آن که اومدم این خیلی چهارم سال میکنم میای اومدم میگی آن که ما 4 تا گفتی سر خولای ما 3 تاشو یافتم آن که چهارم سال گفت اینا نان میکنیم گندم کوفته میکنیم میریم اینجا در برادر عزیز در دههای ما آنا بیا اینا را سومنک میگن. آن که سومنک حاجی من طرز پختنش به شما نشون میدم چقدر سومنکه. نه خیلی لگنده رو میمونن وقتی که این همین قبر اومد این همین قبر بسیارتر در این بهاران میکنن. خیلی فصلی که باید همه چی جنبیش وقتی سبزه میبرویه همون وقته. این نگاه کنید ریشه را. این همین ریشه رو دیدین؟ این بسم الله الرحمن الرحیم. ریشه رو دیدست نه؟ همین سفید همین. حاجی من طرز تیار کردنش هم به شما نشون میدم. سومنک میکنیم. سومنکی دگی میگن که سومنک در دگ ما دفچه زنیم دیگران در خواب ما کفچه زنیم. خلاصه گپ سومنک انا که چهارم خوراکش چی بوده که 4 تا گفت بچه خودت سرخولا 4 تا گفتی چیه چهارمش اینه چهارم شما نیافتین 4 5 ممکن بسیار خوراک شوه گندمو در کامنتر بنویسین. یک جای میریم طرز آماده کردن سومنک میبینی. رفتیم. انا دوستای عزیز بالای دهه سنگتوده یکی از منظره های زیباترین وطن مونای. تمامی چی را داره قلعه داریم که داریم تمام این نمود چکری و خوچ و روشک اینم بعد اینم بهار اینم بعد اینم باران همین برو همین بهار ده تمامی چی را میوی. خلاصه گپ همین که سرسرک ما که زر سرک ده که زر سرک ده تمامی چی هست. امروز که بود هوا باران که هست نمیبرویم که در قشلاق چقدر که شما اینو در رکلام‌ها دیدین خوراکی سومنک باید میکنیم. بحری تماشا بینامون تماشا کنید و حلوت برین. اینم دایره‌ای که میبینید شما اینو پایونده یا همین بالا میاد گیسی نارا تا گیس میاد بایغازی میاد تا گیس سانتودا یکی تا میرا گیس سانتودا دو تا میرا سربند کن لیواکانت یا زیرا بایم تا میخزم میرا تا خودی قصر سنگینه میرا برادرم. هر وقتی که یا برف میباره یا باران میباره یک بار همینجا بیام حلاوت میبرم. اینم میام یک بار میام خیلی تا میخوام حلاوت میبرم. هم کانالی مرا اگر همین یوتیوب مرا کم اهمیت بدین برف باریش هم هست باران هم هست افتو هم هست همین بالا دا میام یک نفس چخور میکشی حلاوت میبری. انا چی گفتنم برادر عزیز یک جای سومنک میریم دیدن میگیریم. رفتیم. انا دوستان عزیز وقتی که درونی دیگه میدرویی خیلی همه عقب‌های کار و بار زندگی خیلی با ایجاد بزرگتر داریم. اینو بزرگتر مونده گوشتی بزم است گوشتی گو هم است. چیزی که شما بگین در همینجا هستین یک ککت ببینید. میگم اون چیزی که بیان است حاجت به بیان است. من دیگه چی بگین آرد میگین درون دو پیاز سیب این تمام چیزا میگه هست میگه درون دو مغازه. یعنی به یک مغازه هم تماشا کنید مثلا این درون دو مغازه اون دایره همون خیلی درون شاید سنجی کارو خوب برمی‌داره. تو برای آدمای رمضانی این همه چی هست. انشالله که ده همون آباد ده سنتوده ما همه تا مرحمت میگم مردم دنیا ای تمام دنیا که بیاین مخصوصا با برای فارس زبانا البته که
همزبانای ما چه ایران باشد چه افغان باشن ما برای هم وقت در ما کشوده مرحمت کنیم بیاین مردم تاجیکستان در خدمت شما ما وریانت همین چیز تا دهقانیش هم میگیریم اوغرق قطعی میکویمش هسته که مصرفکا میگذروننش با هسته هر نمودو هستن که میگیریم اون که در اوغرق میندازیم ها در اوغرق میندازیم اوغرق میکویشن از اون که کوفته کی بود کدی اینا نخه میمونی اینا نمیخه در این چاپا میکنی دیده اینا برادران انا که در علاج میگیری در علاج میگیری میگاجی انمی اوش در آن میروا این باجه شما میگیری در آدم باجه این زمان این چرا مدتی نه که باجه گرفتیم این نگاه کی باجه شهر باجه میگیم ما خیلی میگم چی میگم مو و اینا میگیری اوش علاج میگذرونی اوه علاج میگذرونی نه علاج و بعد آردا میگیری در دری میندازی انا بعد یک جور میکنی میبری در درین دک سر میکنی با کفتن انا بعد سمانک تر میشه انا این کفتگیش علاج اوش ها میگذرونی اوش انا میبریم دک ده میندازی رفتیم اینا که اوش ها میرزی اینا دیده باش اینا گندم آده نشید او انا می اوش سمانک میشه اوش آرد و اوش سمانک میکنه انا که دو نمود میکنی یک نمودش این برای دگده میکنی با یک نمود دیگه رنگی کلچه میکنم رنگی کلچه میکنم اون نمودش هم هست دو نمود هزی سمانک رنگی نون هم هست رنگی حولو هم هست من که نمود سبزی خمیر هم میمونم این خمیر هم میکنم روغن میرو دریش ایقا آرد میرو من همی بجایی همی آبی شیره گندم من کارو سر میکنم نمی شیره گندم تازه نمی شیره گندم بسم الله الرحمن الرحیم من دوستای عزیز الان واکی سر دادیم دک که پاکشید روغن هم میریزی همه روغن که ریختی از هم نیمشه میریزیم تا ممکن که هم یا 5 تیره براوا حالا که سمانه که میاریم حالا که باشو پشتا بسم الله الرحمن الرحیم اینا منو برو کبگی رو بیاریم کبگی رو منو بسم الله الرحمن الرحیم بعد بران سمانه کویا من اگه یادتا سکرت هم داره بگیم خطا نمیکنم که هم سکرت هر آدم هر خیلی فکر میکنه هر آدم میگه ای وقتی سنگ مینداختن من اگه کار شرک میکنم ایره تو نکنی نمیفهمی او را یا چکل میپرتن 7 تا 5 تا 3 تا او فرق نداره من حاضرا چورمغز میندازم برای چی؟ برای که حالی همین سخت شیدن میگیره و چورمغز چیکار میکنه؟ همین کفگیر آسان میکنه تک تک همین این خیلی میکنه و چورمغزا کفتن میگیرن مخصوص برای همین های تمام اون یگا رول بازی نمیکنه همین چورمغز انا خیلی ایتا کفتن میگیری که نه چطفانه که چورمغز بیره میپرتیم که و اگر ایتا نگیری کو هم چورمغزا نه کو انشایم فهمه سوزا اینو بیار کفگیره کفتن میگن خیلی کفتن میگه انا همو گب سمانک درده ما دفچه زنیم دیگران در خواب ما دفچه زنیم تا سهران اکنی میکنیم یک شب تیار میشه اینو سفید های همین با مثلی حولو سرخی سیاجیق میشه بیارین چورمغز بیارین بتازین و کفتن دا آسانی میتم وقتی که خیلی میکنی باید میکنم روغن همین شیره گندم آرد نده کفتن
این همه گفتم نون میچسبه سومانکی دیگی هستن که سومانکی دگدونی یا در دگدون هم هستن میپذیرن سالهای پیش ما در یادم هستن که نان هم میپختن خاکستر هم میگرفتیم و بعد در تک خاکستر هم جای گرمش میموندیم آنیاش علاقه تیار کردن ایش نانی میشود سومانکی نان نیست آنیاشش علاقه تیار کردن اینجا در خیلی نانیش تیار کردن اینجا دیگ ولی انشالله که تیار بشید با شما نشون میدم جان چکلا رو بیارن چکل میشوان چکل چکلا میشوان او وقت نمیگفتن که دیری کاسه کسی رو دیو یا ما چند پیراکسونان من از اون ماین ندارم نگاه اینه چکل دیگه درک کرده برای کفتن اصال میشه وقت چکل میشه نگاه خلاصه اگر تا شما میکنه نمیکنه خلاصه گپ ویدیو رو مونتاژ کردم در روزی بعد شد یکم قسم شما پرتام سمانک تیار شد دیم قسمش میکنیم و از اون تماشا کنید در روزی بعد نشوده و در آخر چی گفتنیم نفرانی که در غریبیان میخوان که گرانیتسا گذارن این شرکتی مویدین برای گذاشتن گرانیتسا سربراند خانواده باشین خدا نگهبانی هممون این رقم های شرکتی مویدین برای گذاشتن گرانیتسا مرامت زنگ بزنید در خدمت شما ماه شریفی رمضان به همت مبارک